اینجا این چیدمان سنگیه. یه دونه دیگه بغلش 1.1.5. 2 اینا حرفی نیستا، تراشه و تثبیت و آثارش هم هست دیگه، ریز نمیشم روش. امتحان کنین اگه یه جور محیط داشتین، مرد و حرفش یا علی برین امتحان کنین. نبود آقا من هست. اینجا دقیقا اینما سنگای رنگی روبرو سایم تراشه اکسیدش خورده. این هم سنگ بنفش با ضربه در اکسید. حالا اینجا نگاه کن، رو در رو. اینجا میایم، اینجا حصار محصور مقدس 1 2 3 4 5 6 7 8 4 با 4 آبان، یادتون باشه آبان تیر. نگاه اینجا یه دونه تی اینجا خورده، یه دونه تی اینجا خورده، دیدینش؟ یه دونه اونجا. میایم رو روی دستمون سنگ پشتیش، یه دونه اونجا سر زل اون دو سنگی با دو تا جوغن. دیوار روبرویی یه دونه وی توی دیوارا خورده که همون آزادیه. میایم یه پلکان پایینتر، یه طبقه یه لول پایینتر، 1 2 3 تا سنگ بینش گیاهه. میام اینجا تا رسیدیم اینجا آب ریختم. اینم یه دونه کارگزاری، یعنی تدفین ها نه کارگزاری. حالا اینا مربوط به چی میشن؟